مطمئن باشید بچه مدرسه نره بهتره. چاره‌ای نداریم بذاریم مدرسه ها. مثال براتون بزنم، امسال معدل کنکور در همه درس‌ها زیر -10. یعنی بچه اگه درس نخونه 0 میزنه، اگه درس بخونه -10 میزنه. این نظام اوشیمان. نخونی 0 میفهمی، بخونی -10 میفهمی، یعنی بد میفهمی. بچه‌های 2000 به اینور، یعنی 80 به اینوری ها دیگر از سن بعد از بلوغ 12 به بعد 11 به بعد دیگر درس نمیخوانند، نه چون نمیفهمند، چون میفهمند نمیخوانند. این حرف قشنگه. چقدر این حرف پره. میگه ما نسلمون چون نمیفهمید هی میخوند. این میگه من برای چی بخونم؟ به دردم نمیخوره، پس نمیخونم. اکثرا میگن چرا بخونیم؟ من با این بچه‌ها موافقم. مردم ما سر کار بودیم، اینا سر کار نمیرند. آموزش و پرورش ما رو سر کار گذاشت و دانشگاه هم برام سر کاری اضافه کرد. 90% لیسانسید، هیچ تو ذهنتون نیست. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدا پناه میبرم از به تو از درسی که خوندم و به دردم نخورد. نگفت خدا نمیخوام بخونم، یعنی خدا چقدر خطرناکه، پناه میبرم بر تو. مافیای کنکور بیچارهمون کرد. چرا باید بچهای تجربی MS بگیرن؟ بگی میشه 13 ساعت درس خوند. من داد بکشم به کی بگم این حرفا رو؟ بچهای ما میفهمن نمیخونن، ما میگیم نه بخون. میگم مامان به دردم نمیخوره، نه بخون به جایی میرسی، بخون. میگه تو خوندی کجا رسیدی؟ میگه خب تهش تویی دیگه، من نخونده تو هم.